بسم الله الرحمن الرحیم. مهمترین رمز و راز موفقیت افراد موفق در چیست؟ این نکات را که بر شما یادآوری میکنم در ذهن خود بسپارید. مهم نیست که شما میخواین در کدام بخش موفق باشید. در قدم نخست موفقیت چیزی است که در انتها اتفاق میفتد، نه در ابتدا. انسان‌های عادی موفقیت در ابتدا جستجو میکنند، اما انسان‌های موفقی را دریافته که موفقیت در ابتدا اتفاق نمیفتده اما در انتها اتفاق میفته. انسان‌های موفق چیزهایی را در زندگی قربانی اهداف خود میکنند، اما انسان‌های عادی اهداف خود را در گوشه از فکرشان گره زده، اهداف خود را، آرزوی خود را قربانی بعضی سرگردانی‌های پوچ مانند چک کردن اینستاگرام، نشست و برخاست با دوست‌هایی که اصلا در زندگیشان مفید نبوده و مفید نیست میگذرم. اما در پهلوی این آنها هم آرزو و اهداف خود را دارند، اما به همو آرزو و میلشان آنها هم نمیخواهند که نرسند، آنها هم میخواهند که برسند، اما نمیفهمند. یک تحقیق نشان داده که تقریبا تمام افراد دنیا به انجام فعالیت خود تعلل میکنند. مانند ای که در دوران متعلمی و یا محصلی برای ما و شما استاد ما یک فعالیت را واگذار میکنه که باید به فلانی روز ما و شما انجام بدیم. همین فعالیت را ما و شما تا آخرین روزی که معین شده تا همون روز انجام نمیدیم، حتی داخل صنف میریم و فعالیت را انجام میدیم. پس ما و شما در این کارهای خود تعلل میکنیم. ما و شما چی طور این تعلل را از بین ببریم؟ مغز ما و شما تحقیق نشان داده قسمی ترتیب شده که تا روی از این اجبار و زمان مشخص معین نشه ما و شما و کار انجام نمیدیم و تعلل میکنیم. ایرا انسان‌های موفق دریافته. مانند ای که مثلا ما و شما بخوایم یک فیل را بخوریم. ایرا انسان‌های موفق دریافته در قدم نخست باید فیل را تکه بسازن، زمان بندی بکنن، بعداً اهداف خود را مشخص کنن که فیل بزرگه ما در 10 سال میخوریم، در 20 سال. اما ما و شما در نظر داشته باشیم وقتی که موفقیت چیزی نیست که ما حال بخوایم یک ساعت بر ما با حقوق پیونده. ما و شما در سن 40 سالگی بخوایم که میلیونر شویم، تا 39 سالگی را خواب کنیم، در 40 سالگی باید ما میلیونر شویم. نه خیر، ما باید از امروز برنامه ریزی داشته باشیم، پلان داشته باشیم، زمان مشخص کنیم. یک قبل از نهار چی فعالیت را انجام بدیم، قبل از ظهر چی باید انجام بدیم، قبل از عصر باید چی انجام بدیم، قبل از خواب باید چی انجام بدیم. ما و شما میخواهیم همون فیل بزرگ، همون آرزوی ما که ما به فیل تشبیه کردیم، همون فیل بزرگ ما که میخواهیم 40 سال بعد، 10 سال بعد، 1 سال بعد، 6 ماه بعد ما و شما به اون فیل بزرگ برسیم، اون فیل بزرگ هم میل کنیم، باید ما و شما در قدم نخست چی کار کنیم؟ زمان بندی کنیم. اهداف ما را روز شنبه، یک شنبه، دوشنبه الا تا چندین سال ما چی فعالیت انجام بدیم. در این قسمت گزینه دوم، جادوی کلمات مثبت. مهمترین راز موفقیت اگر ما و شما اندیشه مثبت، فکر مثبت داشته باشیم، در وجود ما و شما انرژی مثبت خلق میشه. دانشمندان را تحقیق کردن اگر انسان 21 روز اندیشه مثبت داشته باشه، روز 22 اتوماتیک بر حافظه از این اندیشه مثبت خلق میشه. اگر ما و شما 21 روز از طرف صبح 5 صبح بیدار شویم، اتومات روز 22 ما و شما بدون زنگ هشدار یا آلارم ما و شما 5 صبح بیدار میشیم. نکته سوم، جادوی کلمات. من عالیم، 100% میتوانم. شما چطوری؟ من عالیم بر ما و شما انرژی میده، یعنی ما این کار میتونیم. وقتی که ما و شما میگیم من عالیم، تمام کائنات بر ما و شما سلامی میزنن، میگه بیا آقا پس انجام بده. و این دنیا را و این چیزهای دنیا را هم و چیزهایی که ما و شما خود ما به وجود آوردیم، خداوند فقط بر ما و شما آفریده. نکته اخیری را که ما بر شما اشاره میکنم، انتخاب یک هدف است. ما و شما هدف ما و شما باید مشخص باشه. تا وقتی که انتخاب ما مشخص نباشه ما و شما نمیتوانیم. شخصی میرفت در راه از بزرگی میپرسد
از کدام راه بروم؟ بزرگ از شخص میپرسد کجا میخواهی بروی؟ شخص میگه نمیفهمم کجا بروم. بزرگ میگه پس از هر راهی که میخواهی برو. شما کجا میخواهید بروید؟ باید بر شما معلوم، واضح، آشکار و روشن باشد که شما کجا میخواهید بروید. 10 سال بعد کجا میخواهید باشید. جمع‌بندی میکنیم: 1. تعلل از بین ببریم. 2. زمانبندی داشته باشیم. 3. جادوی کلمات مثبت در وجود ما داشته باشیم. جادوی کلمات داشته باشیم. دیگه اخیری چی است؟ انتخاب داشته باشیم. انتخاب ما خیلی خیلی مهم است. اگر ما و شما نفهمیم کجا میریم، پس از هر راهی که میخواهیم برویم.